شوهر من در جبهه اول جنگ است. همه چیز پیچیده است. ما میخواهیم جنگ تمام شود. صمیمانه میگویم همچون مادر 2 فرزند من فقط میخواهم که جنگ تمام شود. برای من مهم نیست چگونه تمام میشود. واکنش یکی از ساکنان کیف به نتیجه های واخوری رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ با همتای اوکراینیش ولادیمیر زلنسکی در واشنگتن در روز جمعه 18 اکتبر. بعد بیشتر از 2 ساعت گفتگو با زلنسکی در کاخ سفید، ترامپ هم از اوکراین و هم از روسیه خواهش کرد جنگ و قتل مردم یکدیگر را بس کنند. من امروز با رئیس جمهور زلنسکی واخوردم و گفتگوی خوبی داشتیم، بسیار صمیمانه. به نظر من جنگ باید فوراً بس شود. در همون خطایی هستند بس کنند. در عکس حال بسیار پیچیده می شود، راه حل آن را هیچگاه نمی‌یابیم. در همون خط نبردی که هستند بس کنند، به خانه برگردند، پیش خانواده هایشان روند، کشتن را بس کنند. تمام. من این را به رئیس جمهور زلنسکی و رئیس جمهور پوتین گفتم. ولادیمیر زلنسکی در سفر واشنگتن همچنین تلاش کرد برای ادامه مقابله با روسیه اسلحه بیشتر از جمله موشک‌های توماهاوک از آمریکا به دست آورد، اما دونالد ترامپ ظاهراً میل بیشتری به میانجیگری برای صلح دارد و نه انتقال اسلحه بیشتر به اوکراین. دونالد ترامپ که گفت در جنگ روسیه و اوکراین به قدر کافی خون ریختند، افزود که قصد دارد در هفته‌های آینده با ولادیمیر پوتین در شهر بوداپشت پایتخت مجارستان ملاقات کند. هیچ سنه دقیق هنوز اعلان نشده است. روزنامه واشنگتن پست روز 18 اکتبر نوشت که گویا هنگام صحبت تلفنی با دونالد ترامپ در روز 16 اکتبر ولادیمیر پوتین خواسته است اوکراین تمام قلمرو دونتسک، یک منطقه حیاتاً مهم در شرق اوکراین را به روسیه تسلیم کند. قسم زیاد این منطقه حالا در دست روسیه است. ترامپ این خبر را رد کرد. دونالد ترامپ پس از بازگشت به قدرت وعده داده بود که جنگ روسیه در اوکراین را در مدت کوتاه به پایان میرساند، ولی بعداً گفت این کار وقتی بیشتر میگیرد. در این جنگ که بیشتر از 3.5 سال است ادامه دارد، بنا به گزارش‌ها صدها هزار نفر از هر دو طرف کشته و زخمی شدند.